هم ایر بی ام بی ما پذیرایی به خانه جدید یعنی بالکنش بزرگه. آره نه خیلی قشنگ است. بیرون اسپا رو دیدی؟ چه اسپا خانه است خیلی قشنگ جوش کرد. سلام دوستای عزیز، امروز آمدیم سونسوال. اولین جای دیدنیشه که میخوایم ببینیم. اینجا نامش نور بریت هستک. آمدیم اینجا یک جای مسیر پیاده روی. ما در این قسمت هستیم، میخوایم مستقیم بریم اینجا. یک چند تا جای دیدنی هست، اینا رو ببینیم و ببینیم که تا چقدر زور ما میرسه دیگه. ببینیم تا چقدر میتونیم پیاده روی کنیم. خیلی یک مسیر بزرگ، یک مسیر خیلی زیادی هست. اگه آدم بخواد بریم میتونه چندین ساعت پیاده روی کنه، ولی ما بریم ببینیم تا کجا شما میتونم بریم. مثلا مسیر حتی مسیر پیاده روی و مسیر جوش چیزا هم هست. یک قسمتش لامپ هم داره برای کسایی که شبانه میخواین بیان بدم. این هم از طبیعتش هست که مسیر پرنده و خاصی چیزا اینجا هست. یک درخت 400 ساله هم اینجا هست که برام بریم ببینیم که اگه تانستم ببینیمش برام پیدا بکنم. آها این نبود؟ نه این نبود، نه نمیشه. یک دانه درخت هست 400 ساله، ولی اون فکر کنم به خاطر از اون خیلی راه بره. ولی اینجا نور بریت از خود قسمت مرکزی شهر تقریبا 15 دقیقه راه بود. 15 دقیقه تا اینجا همراه موتور راست یک باز بعد اینجا دقیقا قبل از اینکه این مسیر شروع شه یک دونه پارکینگ است. پارکینگش هم رایگان از بی پیسه است، یعنی که میتونن تمام موتور پارکش کنه همونجا این داخل از این مسیر. ما برم دیگه خدا کنه که گم نشیم. اینا که هستن زنبورای اصلا اینا نش نمیزنن. نگیریمش برش کندوی اصلش نزدیکی باشه. داره شهد میگیره. انگار از جنگل خارج شدم ولی هنوز هم توی جنگل. من سعی خود آمدن به نظرم که ما از مسیر که باید میرفتیم اشتباه رفتیم که نه؟ بکنم فکر کنم مقدار اشتباه رفتیم. من در نظرم اشتباه رفتیم. ما اینجا بودیم رفتیم به جای که این طرفی بریم راه یک مسیر یک ذره اشتباه رفتیم. حالا در این قسمت هستیم. از این قسمت که بیایم بالا در اینجا یک روت 6 پلاس هست. باز بعدش یک مقدار یک جای دیگه است برای استراحت. اینجا میتونیم بریم استراحت کنیم. اینجا بریم یک ذره جای دیدنی هست. اینجا بریم مسیر دور بزنیم یک مقدار.
وسط چیز آمدیم بالا. دیگه پایین آفتاب نبود، اینجا آفتاب آقای چیزه این پایین دیگه شهر سوزوان کون باید بالایی دیده بهتر داشته باشه. رد شدیم بریم به سمت بالاتر. اینجا جای دیدنی ترش بالا است نظرم. اینجا رسیدم به استرادگاه. یه نقشه ما اینجا رسیدم، اینجا بودم. چطور ما این قسمت ها رو رد کردیم؟ چطورش نفهمیدیم؟ نه ما الان اینجاییم. اینجا خواهی چرا ایده اینجاست؟ میوه کنیم نوشته دوه هر، یعنی اینکه چی؟ یعنی شما اینجا هستن، ما در این قسمت ما اینجا رو رد کردیم. قدری که مثلا چیز باشه فکر کنم فاصله ما بین از این کوتاه‌تر از اون چیزی هست که من فکر میکنم. بریم داخل از این استرادگاه کوچیکشون. چه خبره؟ اینجا یک جای شیشتن هست. جای گریل هم. نه گریل که نه، ولی خب آتش روشن کردن مردم به اینجا کردن، ولی گریل که نه خیلی طور اشتباه اومده بودی باید برگردیم. مسیر برگشت قشنگ‌تر از مسیر نظر ما دیگه در راه صحیح برابر شده. دیگه در حال برگشت به سمت پارکینگ هستیم. بریم که آخر بریم سمت خانه. اینجا همونطور که گفتم پارک جنگلی نور را بریت در سونسوال هست. خیلی یک پارک خوب و جالبی است. خیلی درخت‌ها و جنگل و طبیعت خیلی زیبایی داره. خیلی خوب است برای یک بیرون برآمدن نیمه روز، یک نصف روز اینجا آدم بگرده پیاده روی کنه. خیلی خوبه. همونو برجی که ما روی نقشه دیدیمش پیداش نمی‌کردیم، این ددم پارکینگ بود و ما تمام جای گشتیم دنبال از این نقشه ها رو وقتی که بلد نباش نقشه بخوانی همین دیگه. یعنی میتونیم بریم بالاش بگیم. اینجا 22 متر است ارتفاعش از سطح دریا رو نوشته که 160 چند متر. خیلی خب دوستای عزیز، این پیاده روی امروز ما بود. امروز پیاده روی که در داخل از این جنگل کردم. اینجا تو که در ابتدای ویدیو براتون گفتم اینجا نامش نور را برید بود
بخیر ان شاء الله صبح برنامه داریم که بریم به سمت سودرو باریت که در اون سمت سونسوال است. اونجا رو ببینیم. اونجا جای دیدنی زیاد داره. یک منظره خیلی طبیعی بسیار زیبا در اون قسمت است. اونجا رو میریم بخیر میبینیم، فیلماشو براتون میگیریم دیگه. فعلا خیلی تا فردا، خدا نگهدار. قرار است که بریم به سمت سودرو باریت، همون قسمتی که فیلمایش بر شما گرفتیم. اون نور رو باریت یعنی قسمت شمالیش بودی. اینا رو به سمت قسمت جنوبی جنگل بریم اونجا رو ببینیم. یک سری از همکارم در داروخانه خیلی تعریفات شکردن. بریم ببینیم که چه خبر. امروز البته کمی دیرتر میریم، هوا هنوز روشنه. یک مقدار کارمندای داروخانه مریض بودن ولی مجبور شدیم بیشتر کار کنیم، ولی خب باز بخیر میریم اونجا رو فیلماشو براتون میگیریم ما نشان میدیم. بریم که شروع کنیم دیگه. در قسمت ابتدای این منطقه هستیم. ما فعلا در این منطقه هستیم و یک سری تصمیمات گرفتیم، گفتیم که یک سری جایش بگردیم. این قسمتی که صورتی هست، یک قسمتی هست که برای پیاده روی جور شده، فقط مخصوص پیاده روی است. باز این قسمت آبی رنگ ما سعی میکنیم که دنبال کنیم و به این قسمت که جای دیدنی هست که برسیم اونجا کم استراحت کنیم. خب ما رسیدیم به قسمت بیانس دیگه. بریم این هم ستاپ اولیش. در کنار اسپورایی که ساختن بریم. کاره یک مقدار سنمون بالا رفت. گلاس اینجا موضوع باش کن. بیانس دیگه. فکر کنم این اولشه. نه ما از وسط شروع کردیم. فهمیدی؟
میشه از اینجا رفت ها؟ میخوای بریم از خود مسیر اصلی بریم؟ برو. ما در حقیقت دو راه داریم. یکی از مسیری که خودشان انتخاب کردن که زیر سنگاست، یک ذره تنگه. یک مسیر دیگه هم مسیر راه آدمی زاد. جا میشی؟ میتونی؟ اینجا؟ از این میتونی با این تنابه بری بالا. برو. یا یک از اون رو بری. میره بردارم که نتونی. بریم یک مقدار استراحت کنیم نه؟ نتشکی رو صافه. بریم اینجا بشینیم و چند دقیقه استراحت کنیم. چایی بخوریم. باز راه رو ادامه میره. چقدر زیباست اینجا. خب دوستا دیگه این مسیر برگشته و ما داریم میریم که بریم به سمت پارکینگ. به مسیر اولی که ازش رفتیم، از اون سمت رفتیم، از این سمت برگشتیم. هم آخر مسیر ما. خب دوستای عزیز، این سودرا بریت در سونسوال الان دیگه در قسمت های آخرش هستیم دیگه. پارکینگ چیزی نمونده، 5 دقیقه دیگه پارکینگ است دیگه. این بود از جای دیدنی سونسوال. یک جای دیگه هم هست در نام وتا بریت میگه، اونجا هم جای دیدنی و زیباست، یک طبیعت خیلی بکر داره اونجا. بخیر اگه وقت کردیم میریم، ولی معلوم نیست دیگه. بخیر اگه تانست میره باز یک ویدیو جداگانه براتون میگذاریم دیگه. تشکر از اینکه ما رو دنبال کردن، ویدیو رو تا آخر دیدن دیگه. لایک و کامنت هم یادتون نره، ما رو ساپورت کنین که بتونیم بیشتر براتون ویدیو جالب تهیه کنیم. تشکر. خدا نگهدار.